ساکنان شهر شمال و غربی القیم عراق که در نزدیکی مرز این کشور با سوریه جایگیر است، با رفع خسارات حمله هوایی سوریه مشغول می باشند. گفته می شود که هدف حمله های سوریه جنگجویان سنی مذهب بودند که در این منطقه پناه بردند. حکومت عراق می گوید هواپیماهای سوریه موقعهای گروه دولت اسلامی عراق و شام را که همپیمان سازمان تروریستی القاعده می باشد بمباران کردند. گروه دولت اسلامی عراق و شام بعضی مناطق شمال و غرب عراق را زیر نظارت گرفته است. در منطقه بانوی پاکستان فراریان انتظار کمک‌های بشری می باشند. مقامات پاکستان ابراز داشتند که با آغاز عملیات نظامی بر ضد طالبان و جنگجویان اسلامی در شمال وزیرستان تخمیناً 500,000 نفر از این ولایت به منطقه همسایه بانو فرار کردند. در پایتخت افغانستان سابق خادمان وزارت مدافعه بر مقابل تقسیم زمین در بین کارگران این نهاد دولتی اعتراض تشکیل کردند. اعتراضگران تاکید می‌کنند که زمین‌ها را برای ساختمان مرکز بهداشتی و مسجد تخصیص دادند. در روسیه فعالان حقوق بشر از رهگذرها در شهر مسکو درخواست نمودند به قطعنامه پشتیبانی از قربانی‌های شکنجه و زورآوری امضا گذارند. این تشبث کمیته ضد شکنجه روسیه و سازمان حامی حقوق بشر با نام عفو بین المللی به روز بین المللی مبارزه با شکنجه بخشیده شده است. هر سال تخمیناً 60,000 شهروند روسیه از شکنجه در اداره‌های پلیس و امنیت شکایت رسمی می‌نویسند. در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک مخالفین مهاجرت خارجیان به این کشور با شعارهای وزلین استحصال چین در نزد قرارگاه وزارت امور جوانان و مهاجرت جمع شدند. به قول اعتراضگران قرقیزستان یک سیاست مشخص در ساحه مهاجرت ترتیب نداده است. آنها از حکومت طلب کردند که سهمیه یا خود کوتای قبول کارگران خارجی و به ویژه کارگران چینی را پایین برد.